ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори 15-ро аз рӯи достони нависанда Шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. Шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи Саттор Баҳман. و چون خوابی زنک بود، نوابسته به آن که خسته و بیحال و خواب آلود بودم، بیرون شدم از این خاندان و رسیده بودم به حولی خود. بالاخره سگی دیو شناخت و از اکاکی تهدید آورش بماند. سمکه و دستنویس و کتاب و شناسنامه خارجی و مبلغ و اساسش سفرکتی کهنه ساخت و سبک و قطع شونده خود را گرفته از این خاندان و از این حولی بیرون شدم. چون پول داشتم، تکیه به این ماشین برد مرا فرودگاه. مشکلی که سر زد نبودن چیپته بود برای یگان خط سیری سمالیات تا روز دیگر. من پول علاوه می کردم و تکرار می ساختم. فوری پرواز کردنم لازم، زیرا انتظارند مرا در کشوری دیگر. هرچند چیپته فروش یک روی داشت، نهایت پول زوری کرد و چیپته نوشته داد برای نزدیکترین خط سیر. نفسی سبک کشیده بودم. خودم را اندک آدموار احساس می کردم در این صبح روز نوین. ولی مشکل اساسی که سر زد وابسته بود به سفرکت قطع شونده و کهنه کتف من که حتی آهن یک طرفش شکسته و آن را با شبهه می نگریسته نظارتگران و گشته و برگشته هر قبط متا سوراخی آهنهای او را از نظر می گذرانده که مبادا مواد نشع‌آور نداشته باشد یا در یگان جایش جواهر و چیزهای قیمتبها نهان نکرده. ورنه چنین کتی کمبه‌های باز از یک جایش شکسته را برای چی بردنیم به کشورهای مترقی که چنین کالا را اونجا عموماً نظرشان نگیرد، بلکه پرتایند به پرتوجا. لازم تکرار میکردم. پس آن سبب دریافته بودم. برای موزه ورزشی لازم بوده در آن کشور. تعیین کردند که یافته ببرم چنین کتی کهنه ساخت را. این چاره و علاج نایافته و پرداخت یک مقدار مبلغ علاوه باعث گردید تا راه داده بشوم اندرون تالار انتظاری. فقط مقدم از آن که به میدان پرواز جانب طیاره راه بگیرم فکر می‌کردم از نو درباره بانویی که عرض دلش را نوشته روی میز خانه‌اش گذاشته بودم. در صفحه علاهیده برای او باز ثبت کرده که نوشته ها و چاپ کرده ها نه به شرم آورد و نه به هراس خبیثان را که زنی من و شوهری وی از جمله اشان باشد. خلاص نه دمشان را پس بیکند و نه سرشان را خم. نه وابسته به این برای تسکین دلش میخواستهش را گر کردنی باشد، آنگاه خوب میشد از دنبال من پرواز بگیرد فوری یگان سمت دنیا. زیرا آنجا با پروفسور و خودش و من به یگان خلاصه یقین‌تر رسیم و آنهایی که در این دیار اندر دامشان ایستاده نشود گاه ضربه روانه کنیم و دمی آنها را تا حد پست شنانده توانیم. آخر هر غالب روز مغلوب شدنش یقین با وسیله و باعث خاصتاً گر ناحق باشد و با فتنه و مکر و حیل پیچیده، یعنی پیروزیش و نصرتمندیش بالای مکر و فساد ایستاده و روز با امر و غضب یزدان همه بین بلغزد بالای آبی یخینی گناههای خود و بیافتد و پرچین زمین بشود. غرق این اندیشه های پرپیچ ناگه یک چیز واداشته بودم نظر برده باشم قفا، یعنی دیواره های شیشه بندی امکان میداد ببینم در کوچه عظیمی قریبی در آمدی فرودگاه ماشین ایستاده و از آن بیرون می آید همان بانو.
یعنی زنی بود که از زبانش انشا کرده من این سرگذشت شوهری بازینگرش را با زنی بازینگر دیگر، یعنی بانوی که سالها اندرون حیات من نیز بازی می کرده. برابر این چشم کندن نمی توانستم از زنی پیدا شده مرد بازینگر در فرودگاه شهرستان، یا مگر این زنک برای دست گرفته پس برده به دیوان خانه سپاریدن من آمده که فرمودهش را به اتمام رسانده بودم. ولی رفتنم و گریختنم به مصلحت پیشکی ما وارد نمی شد. از ماشینی که بیرون بشد همچنین زنکی برآمده. مگر زنی من باشد که رسیده آمده؟ زیرا درباره وی بر این کسان ذکر کردند حتی مار زیر زمین بجنبد آگاه بشود. یعنی وی حالا نظارتگران و پاسبان فرودگاه را بفرماید دست بگیرند مرا. اما عجیبش که همراه اون زنکی بعد از ماشین برآمده 3 پسر هم بوده. زنی من باشد فرزند نداشت. زنی پیش فرآمده که با التماسش سرگذشتش را انشا کرده بودم، یعنی همسری بازینگر جانب خط گذرگاه نظارتی می آمد و کدام چی را نشان داده بود برای گذشتن. زنی دیگر که 3 پسرچه همراهش بود پسی در گذرگاه نظارتی مانده. ناگه بلکه یک بار درک نمودم بانوی آنجا مانده را می شناسم و 3 فرزندان و را همچنین، بلکه مبارک باشد با فرزندانش. اما چرا اینجا آمده، یعنی به فرودگاه؟ مگر این زنکی با خودش آمده را می شناخت و دوگانم فرموده، دوگانم توصیه داده. گفتنی همسری هاشمی بازینگر یعنی صنوبر مگر اشاره نمی کرد به همین مبارک؟ برابر احساس پرغلیان و پرطوفان فکر می کردم مبارک همراه بانو آمده تا به وسیله نظارتگران و پاسبانان فرودگاه مرا دست گرفته برگردانیده باشد، برگردانده باشد به دیوان خانه که حقم چنین است. آخر زنم اگر مرا فریب داده، من از باعث همین زنک فریب داده مبارک را، یعنی محبت پاک دلش را شکسته پاره کرده، حالان که وی از من چیزی نمیخواست غیر مهر وجود خودش را نثار کردن در راه من و رونق ایجاد من. اما به وی چنین امکان نداده بودم. من سرسخت برای چنین گناه و هر گناه دیگر باید می رسید جزا دیر یا که زود. یقین ترش آمده بود جزا اینک، یعنی جزای آسمان و زمین بر سر من. بانویی که مرا برای انشای سرگذشت نیرنگباز، زنباز، بازینگر، ارتیست برده تأکید می کرده، چنان که دوگانم می گوید به فکر دوگانم چنین باشد، با مصلحت دوگانم این طور کردم. پس دوگانش مبارک بوده و بسا چی را با مشورت وی کرده صنوبر، یعنی با مصلحت وی مرا از دیوان خانه برآورده، با مصلحت وی برای گریختن نزدیک آورانده. بلکه اکنون از باعث این مبارک مرا دوگانش دست گیرانده، جرم و گناه هم را فزونتر نموده. نهایت جای انداخته تواند که برآمدن علاج ندارد. برآمدن نتوانم از آنجا تا دمی واپسینی عمر. یعنی زن چنان جزا داده تواند به مردهای خیانت پیشه محبت که مرد نتواند. یعنی مبارک هم چنین کردنی حالی وابسته من. دوگانه مبارک که از دری حجره نظارتی گذشته بود می آمد جانبم، یعنی می آمد همسری مرد بازینگر یعنی صنوبر. رویم را یک طرفه گردانیده بودم، یا یگانه علاج پناه شویم همین مانده در وضعی که داشتم. از پهلوی من گذشت، مرا گویا ندیده بود صنوبر، بلکه از من گذشت و بایستاد. در آخری تالار پرواز استاده بود.
و من باز رویم را گردانیده بودم سوی دیگر تا چشمم نرسد به چشم وی. اکنون در حالتی می ایستادم که پسی دیوار شیشه می دیدم مبارک را. می دیدم روشن و رویارو، بلکه وی می دید مرا و مدت گویا پکر مانده بود. پس آن دست برداشته بود. شاید نظارتگران و پاسبانان فرودگاه را اشاره کند اینجا باشم و دست گرفته توانند. اما یک وقت احساس کردم دستان مبارک برای چیزی دیگر می جنبد. یقینترش می جنبد برای خیر و خوش. گویا به یک کسی پس من خیر بادی کردنی بود. شاید با دوگانه خودش یعنی صنوبر درک نمودم آهسته دست برداشتنی مبارک و آهسته جنباندنش به من هم دخل داشته. بله چنین بود و شک شدم و ناباور ماندم. بعد مدار دریافته تاب خوردم و به آخری دالان نگریستن خواستم از گوشه چشم به دوگانه او، به همسری مرد بازنگر. دوگانهش برای خیر و خوش مبارک همچنین دست برداشته بود. آن را می جنباند. پس آن جامدانی وزنینی غیلدرکدار خود را کشیده رفتن می خواست. یعنی صحنی فرودگاه برآمده بود و این جامدانی وزنین را می کشید جانبی خط پرواز، جانبی طیاره‌ای که پرواز می گرفت. باید نظرم را از آن سو برکنده آوردم پسی دیوار شیشه، یعنی جایی که ایستاده بود مبارک. هنوز دست وی برداشتگی می جنبید، بلکه آهسته می جنبید. یقین بود می جنباند اکنون تنها برای من. در دو برش و پیش دامنش ایستاده بود 3 فرزند. ناگه درک نمودم فرزندان را برای آن آورده تا خیر و خوش کردنشان لازم با من، وگرنه تنها می آمد با دوگانش. بله چنین درک کرده بودم. حالا آخر این پسران نه تنها به خودش و شوهرش شباهت دارند، بلکه از کدام جهت مانند باشند بر من. یعنی از آن بود که آثار عشق سابقه باقی مانده در دل و خاطر مادرشان. باقی بود ذره های همچون خاطره شیرین که از این باعث دوگانش را واداشته راضی کننده برای از دیوانه خانه بیرون کشیدنی من. دوگانش صنوبر که امثال من فریب خورده بوده در مسئله عائله داری و در زندگی که انسان یک عمری کوتاه دارد و برای فریب زیاد را حمل کردن فرجهش نه همه وقت برسد و قدرتش البته کمی بکند. یا این همه یک تصادف است که چنین موافق فتاده، یا از بافته خیال شوریده من بیش نباشد و حاضر از پشت و پیش نظارتگران و پاسبانان هجوم آورند برای دست گرفتن من و بوده انداختنم، بجایی که از دیوانه خانه بدتر باشد و از آن بیرون شدن و به آزادی رسیدن دیگر میسر نگردد. این همه رخ بدهد با اشاره مبارک. آخر وی حقوق دارد برای چنین قصاص گرفتن و من هم سزاوار و گناهکارم برای جزای سخت‌تر نزد محبت او. محبتی که تا آخرش ایمین داشته، تا آخر پهلوی خود داشته نتوانسته بودم. محبتی که تا آخرش ایمین داشته، تا آخر پهلوی خود داشته نتوانسته بودم. از بلندگویه که فرودگاه اعلان می کرده طیاره به پرواز آماده باشد و چند لحظه بعد برود جانب ملک دیگر، یعنی دیرماندگان زودتر باید شتاب بسازند. پس چی باید کرد؟ تاب خوردم و بدیدم که دوگانه مبارک جامدان عظیم را بالای غیلدرک های کوچکش کشیده می رود. همان می رود جانب طیاره، چنان که زندگی وزنین شده من بعدش را بکشد. باید چنین تنها من هم باید جانب طیاره می رفتم
که از بلندگویک فرودگاه تأکید می شد تا پرواز دقیقه هایی به شمار مانده. سوی طیاره بروم یا نه؟ دودیله بودم هنوز. مبارک آهسته دست می جنباند برای خیر و خوش و اشاره بود که باید روم. پیش از آن که کالای خود را، یعنی کتاب‌های اول نوشته و دستنویس‌های دیگر را بردارم، نظر بردم از نو جانب مبارک. خاصه دمی که سفرکت کوچکی کهنه ساخت قطع شونده را برداشته بودم. آخر این همان سفرکت باریک بود که بالایش می گنجیدیم من و مبارک. می گنجیدیم یک زمان. این سفرکت سبوک هرچند گران نرخ یا آرگینالی نبود، ولی روی آن احساس آرگینالی می رویید از هستی من و مبارک، و آن از همه گونه احساس دیگری تا این دم رویده دنیا والاتر و بالاتر بود. آن مرا به پروازهای ایجادی وامی داشت. حالا هم باید پرواز کرد. مبارک دست می جنباند به این معنی و باز اشاره بود که باید روم. اشاره بود به من، بلکه لبان او می جنبید، بلکه یقین زیر لب از خداوند التجا می کرد سفری مرا بی خطر گرداند، پیش آمدی کارهایم را بخیر سازد. گویا دعا می خواند زیر لب و چشمانش همانا از من کنده نبود. پسرانش هم نگاه خود را نمی کنده از جانب من، چنان می نگریسته که گویا شناس و عزیزی دیرینه‌شان باشم و با نگاهی آرام و بیغش گسیل کردن می خواستم. طیاره پرواز گرفته بود. در نهایت پرواز گرفته جانب ملک های دیگر. در بر یک روزنه گرده طیاره نشسته چشم کندن نمی توانستم از این ملکی زیر بالهای طیاره مانده، یعنی دیاری که خون نافم ریخته و خاطرات و سرگذشت های زیادی پرپیچم به اینجا منسوب بوده. طیاره بالاتر می برآمد و دورتر می برد مرا. ناخواست درک نمودم. در ملک دور بالای کتی باریک سفرکی که تعمیرش کنم یا زیده هر چیزی که انشا سازم برای این زادگاه هم نیز باشد و همچنین برای مبارک باشد، بلکه نوشته های آینده من نه تنها به مبارک بلکه به فرزندان وی نیز نگرانیده بشود. فرزندانی که آینده خواننده آثار من خواهند بود، زیرا ادبیات در کجای انشا نشود بالاخره برگردد به وطن اصلی ایجادگرش. خلاص آینده بالای کت قطع شونده سفرکی که با خود می بردم یا زیده در این باره اندیشه خواهم کرد، بلکه انشا و ایجادگری دیگر خود را به میان خواهم آورد. وگر زنده باشم و همه خطر و تهدید از بین برود و دنیای دیگر شروع گردد، خود من نیز بعد اثرهای تازه ایجاد که اینجا متصل و پیشکی فرستاده می شود برگشته باشم به دیاری که وطنی عزیزی من به شما رود. همچنین به 3 پسری کلان و کامل شده مبارک نگریسته بتوانم. 3 پسرچه‌ای که به مبارک و پدرشان شباهت داشت، بلکه در آنها کدام چیزهایی بوده شبیه من. تا اون زمان که بازگشت میسر بگردد، شاید دستی بازینگران خاصه که بازیهای گوناگون به میان آورده با تقدیر آدمان دیار آشکار و نهان بازیهای تلخ کرده، باعثی از کشور رفتن این و آن گشته کوتاه گردانیده بشود. خلاص
از چنگال مرگ یقین و تارتنک‌های عظیم که در اطراف متصل تار می‌تنیده، خون مکیدن می‌خواسته، رهایی یافته پرواز گرفته بودم. در ایجاد نیز مثل مرغی رها یافته پرواز دیگر گرفتن می‌خواستم. آیا این میسر می‌گشته باشد؟ آیا چنین امکان و پتانسیل مانده است در وجود من؟ این را معین خواهد کرد آینده های دور و نزدیک. طیاره می برد مرا به ملکی دیگر، به سرزمینی دور. طیاره‌ای که در آن نشسته بانوی دیگر، بلکه زوجه هاشیم رحیمی، یعنی زوجه مرد با لقب بازنگر. این بانو نگاهش را آورده بود از کدام نشستگاهی پیش جانب قفا، یعنی جانب من. گویا اینجا بودن مرا نو احساس کرده، بلکه چشم نمی کند اکنون از من. مکانی انشای سرگذشت بهمن ستار، یکی از کشورهای خارج، سالهای 1992-93. شما گفتاری 15 رو از روی داستانی نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجاєв. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.